اینجا یه داستانی آقا محمد داره. به قرآن تا یکی وایستاده. بیا بریم اونور، بیا بریم اونور. مسیح اینا نمیدونم چی دیدن. مسیح صداش اومد، خودش نیست. مسیح بالایی؟ شهید! سلام و درود به شما عزیزان دل. رفقا امشب با آقا محمد گل که دیگه همه باش آشنا هستید و مسیح جان و آقا مصطفی اومدیم کوره آجرپزی فوق العاده دارک. مسیح جان و دوستان که داخل خود کوره، من با آقا محمد هم اطراف کوره و یه مکان خرابه اینجا که تصمیم گرفتیم من آقا محمد اونجا تصویربرداری کنیم و یه دوری اطرافش بزنیم که کوره میشه اینجا. نور بچه ها مشخصه، دارن اطراف میچرخن و ما میریم این راه مستقیم. حالا گفتم بریم تا اونجا براتون بگیرم تو مسیر که داریم میریم. شاید اتفاقی هم تو همین مسیر افتاد و تونستیم ثبتش کنیم. آقا محمد، بچه های کانال، دوستا دارم انشالله که بتونیم ثبتای قشنگی بگیریم برای چشای قشنگ شما، با هم دیگه صفا کنیم. دورت گردم بزنید بریم رفقا، با ما همراه باشید. ما میکنیم اینجا شروع کنیم ویدیو رو. آخ دست درد نکنه آقا محمد. این بچه ها 4-5 تا اتاقه تو در توه و به هم دیگه راه داره و یه فضای ترسناکی رو ایجاد کرد. بریم اگه راه داشته باشه بریم داخلش. چه راه نمیدونم دیگه. بیا بریم تو همینجوری شروع کنیم آقا محمد. ما راه نداره، همینجا بریم. بیا از همینجا بریم. آره یا الله یا الله. سلام و درود به ساکنین در این مکان. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با خدای کریم و رحیم. بیا اینم بریم اول از همین سر شروع کنیم. برگه اینجا فکر کنم مواظب این جلوت باش محمد آقا. فکر کنم همون دستشویش بود آقا محمد. یا الله سقفش هم ریخته. آینه هم داره. آره اونو دیگه نمیشه رفت، خیلی چیز داره. آینه باشه یه حرفایی هست. سعید جان چوب من بود دادش. به جان بچه هم یه قوه که احساس کردم. شنیدم منم به خدا تو دوربین افتاد. بیا شنیدم. آره مثل زوزه اگزوز موتور همچین حالتی. جلو پاتو محمد جان مواظب باش فقط. یا الله صدا زوزه رو دوباره هم شنیدم محمد آقا. صدا زوزه رو دوباره هم شنیدم. من همون یه بار شنیدم. آره دقیقا آفرین. راه نداره بدبختی به هم دیگه. ای راه داشت خوب بود. ای بعد اتاق به اتاق بریم. خب بیا این ورودیش هم بگیریم. یا الله یا الله. خب رفقا اینم از اینجا. بیا آقا محمد. خب صدای آروینه. این لوکیشن رو بگیریم بعد بریم سمت کوره. آره اینو بگیریم و بریم. بگیر شما، ما تا موقع از این فضای اطراف یه ویدیو بگیریم.
بیام اینجا ما وایسیم تا آرمین بیاد. این هم بچه‌ها کوره آجرپزی امشب ما. میگم که وسعتش فوق العاده بزرگ و زیاده. خدا به دادمون برسه دیگه. هرچی جنی اطراف بود آروین داره صدا میزنه. دوستان من اینجا قطع میکنم تا بریم توی خود کوره و اونجا دوباره شروع کنیم به فیلم برداری. حرف حدیث زیاد بوده، خیلی حرف حدیثش هست، فیلمش هم هست. بله. دوستان خودمونه. حالا امشب اومدیم انشالله که بتونیم ما هم ثبتی‌های قشنگی بگیریم. 100% هم همینطوره. خودمون راضی باشیم هم شما. درود به شما. دوستتون داریم. تا آخرش با ما باشید. خب رفقا این ورودی این ارزم به حضورتون لوکیشنمون هست و این کوره متروکه که ما تصمیم گرفتیم تا بچه ها داخل هستن ما اول از اینجا شروع کنیم و بریم داخلش و بریم داخل خود کوره اصلی. بیاید بریم طبقه بالاش بچه ها، چون فضا هر چیز میریم سمت بالا سنگین تر میشه. ما باید داشته باشه. آره اونو من رفتم دور نداشت. هیچ. پس باید دور بزنیم دور این ببینیم از کجا راه داره. بریم دورش. بیا بیا. بذار یه دقیقه من اینجا رو بگیرم آروین. ایوالیه. بیا آقا محمد یه نور بنداز برام. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خب بچه ها اینجا هستن. خب آره اینجا بچه ها بریم از همون ما بریم طبقه بالا بعد برمیگردیم اینجا. بیا. آره بیا آقا محمد جلو توی پات مواظب باشین هست. نه ماشاءالله خوب بزرگه. بریم ببینم. چه حالت جسمانی. انه من سلیمان. چیزی دیدی؟ من سلیمان. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. بچه آن رفت تو فوکس اینجا یه چیزی باید باشه. قابل الجن انی یعتمک الله جمیعا. ببینم آروین هرچی جن نمیتونی بکشی اینجا داداش. اینجا رو هی داره فوکوس میره. این رو برومون یه داستانی هست. اومدم بالا فوکوس خالی بودش. بریم داخل رو بگیریم. بریم. بریم پایین جوش خیلی به شدت سنگینه. موضوع جلو پات باش. بوی بخوراتشون در اومد. آره. بریم پایین آقا محمد. برو شما جلو برو ما چرا بندازم سر. دوربین داری؟ جانم آروین. بریم من اسامو بذارم چیز چوب دستیمو بذارم جای دوربینی که گذاشتم بچه‌ها. با سنگام. به 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 چه بوی بخوراتی میاد. جان میگم گرد و خاک واسه امارین رفتم بخواد. خب آینه رو کجا گذاشته مسیح؟ مسیح آینه نداشت فقط بخورات روشن کرد. جدن؟ آره. خب بس بذار من بکارم اینجا وسیله هامو.
زمانی مثلا باید بدن به هر شکلی که میتونی. چی شد؟ چی دیدی؟ یه چیز تو دوربین رد شد، خب کامل سکوت شد بعدش. جدا؟ والله خب خدا شکر. صداش شنیدی؟ صداش شنیدی؟ نه انگار یه چیزی بخوره به سقف مثل پرنده، کش بخوره بالاش. این چیه این رو به رومون؟ اون تخته میده. بود این؟ آره خب از سکوت کنیم اینجا که اگر چیزی بود شنیده شه ها؟ آره. بسم الله. درود بر شما. همون لحظه که میگم سکوت کنیم. مرسی. درود بر شما. مرسی. مرسی. آقا محمده؟ بچه هنوز استارت کار زدیم یه دونه صدا آمد. همین اول کاری آقا محمد سنگ زدن. میگم همون اول کار سنگ زدن دادش. کجا؟ نمیدونم همینجا جلو پامون افتاد، جلو پای من آروین. به شما؟ آره؟ به آرمین؟ نمیدونم حالا صدا که صدا آمد، حالا سنگ بود چی بود نمیدونم، ولی صدای سنگ زدن بود. آره بیا از بیرون دور این چیزا رو بریم که چیزام داخلش موضوع سرت باشه. یا الله. به شما بگیم. آقا محمد همونجا زوم کن داداش. سنگی بنداز، نشانه ای بده لطفا. این چیزی که در توانتونه انجام بدید. رویت شما آمدم. چی؟ چیزی دید سعید؟ اینجا اگه حفره باشه آره چیزی دیدم. بله یه سایه سیاه مثل سر کشیدن اینجا از همین سولاخیه چیز هم هست، بنبست هم هست انگار. یه تیکه از همین دیوار اینجاست که ریخته، ولی یه تیکه سر اینجا آویزون بود. رفقا دقیقا از همین سولاخه. رو به اون ور گرفتم فوکوس کامل در نمیومده اونجا. اون ور بودم یه دفعه چشم به این ور افتاد. بیا محمد آقا بیا بریم تو.
آقا محمد بیا اینجا. رفقا میبینید میره فوکوس؟ چیزی اونجا سعید؟ نمیدونم فوکوس میره داداش اینجا. میره توی زوم و فوکوس در نمیاد. نکن. تنها نباش آقا محمد، با ما بیا. تنهایی نرو داداش، بیا با ما بیا. چشم. ظاهرا چیزی هست اینجا جلوی رامون. بیا داداش. دقیقاً دارم حسشون میکنم، دورمون دارم میچرخن. آقا محمد بیا. برام میگم جدا نشو از ما. بیا داداش. بیا موضوع جلو پات باش. یا الله. کاش دوربینه رو اینجا میکاشتیم. میدونی؟ ببین از این ور. یه دونه اون ور کاشتیم، یه دونه این ور بگیره. حالا بریم، بچه‌ها دارن میگردن داخلش. یه دونه اون ور کاشتیم، یه دونه این ور رو بگیره. حالا بریم، بچه‌ها دارن میگردن. خب میدونم، میگم یه دونه اینجا بکاریم. کو دستته دوربینه؟ گوشیه دستته؟ نه. کجا گذاشتی سامسونگ رو؟ اون دستمه، اون یکی دیگه خاموش شد. آها این دوربین چیزه، خواهله. بگیر. انه من سلیمان. سلام و درود به موجوداتی که ساکن در این مکان هستن و اینجا زندگی میکنن. من و همراهم با نیت ارتباط گرفتن با شما، ارتباط دوستانه و دیدن شما اینجا هستیم. جانم آقا محمد. جانم داداش. اونجا خب حس کردن یه سایه میگیره. خب بیا. حس کردن. پس لطفاً اگر اینجا حضور دارید و تمایل به ارتباط گرفتن با من و همراه من دارید، خودتون رو آشکار کنید در نور. ازتون میخوام خودتون رو در نور و جلوی دوربین من آشکار کنید. من برای ثبت تصویر و ارتباط گرفتن با شما اینجا هستم. شما کاملا با نیت ما آگاهید و از نیت ما آگاهید. من و همراه هم هیچ ترسی از شما نداریم. پس لطفاً در نور خودتون رو آشکار کنید و به ما نشون بدید، یا از خودتون به ما نشونه ای بدید، به هر طریقی که عز و توانش رو دارید. درود بر شما باد. شیعی رو جابجا کنید، رنگی رو پرتاب کنید. اینجا یه داستانی آقا محمد داره. میگم این قسمت آقا محمد یه داستانی داره داداش. آره. چون من اینجا میگیرم ناکن از تو فوکوس در نمیاد.
اینجا آره. ایوه. افتاد قشنگ تو دوربین. ماشاءالله، درود بر شما. روبرومون یه چیزی هست آقا محمد، بیا بریم اینجا رو یه نگاه اندازیم. روبرومونم دوربین رو کاشتن بچه ها. حالا فکر کنم بچه ها رفتن اون یکی لوکیشن رو بگیرن. بله همون لوکیشن رو رفتن. حس کردم یکون دیدم رو به رو، انگار یه دونه حالت تاریک وایستاده، مشکی مشکی. چه خبره اینجا که انقدر فوکوس میده؟ یا الله. سلام و درود به موجوداتی که در این مکان هستن. ما هیچ گونه قصد اذیت و آزار شما را نداریم و فقط برای تهیه ویدیو اینجا هستیم. شما از نیت من و همراه من آگاهید، پس لطفاً از خودتون یه نشونه به ما بدید و هر طریقی که توانش رو دارید و تمایل دارید مایلید. ما برای دریافت نشانه های از سمت شما اینجا هستیم و برای اثبات حضور شما و وجود شما. پس لطفاً با من و همراه من همکاری کنید و از حضورتون در این مکان به ما نشونه ای بدید. از شما سپاسگزارم. این چیه اینجا آقا محمد؟ دالونه؟ نمیدونم چیه. یه سولاخی هست اینجا ولی معلوم نیست سولاخ چیه. دقیقاً آره. دقیقاً آره. صدا آمد. جان بچه تنها شدم، سعید و اینا هم جدا شدن. خیلی جف سنگینه. حس میکنم یکی کنارم داره قدم میزنه. گوشیم کامل فوکوس شدش. چیزی نیست اون ته ها، من دیدم آشغال اون ته آقا محمد. اون ته آشغال از بالا ریختن پایین، هیچی نداره. هر جا آشغال باشه بهتره که واسه شما. نه میدونم، خب واسه ویدیو خوب نیست. اون آشغال اونا رو اگر هم جمع کرده باشه بالاخره میان اینجا خودشون نشون بدن دیگه. یه زمزمه هایی به گوشم میخوره. من فقط صدا اونجا رو شنیدم. کجا؟ همون ساختمون اولیه. آها بالا که بودیم. بعد خیلی جالبه ها، صداهایی که به گوش شما شنیده میشه من نمیشنوم. جدی؟ آره، با صداهایی که من میشنوم شما نمیشنوی.
به قرآن تا یکی وایستاده. حالا نمیدونم توی دوربین دیده میشه یا نه. سعید سعید آره همونجا دقیقا یه نور روشن شد. میبینی میام اینجا دقیقا فوکوسه ها. اینجا که میایم داداش فوکوس میره. الان درش آوردم تو فوکوس. آره. ولی تو همین منطقه فوکوسه. این کاش یه دوربین اینجا میکاشتم. ناکن رفت فوکوس. آره. همینجا هات باشه. میتونی خودتو آشکار کنی جلوی نور؟ لطفا خودت رو در نور آشکار کن. من و همراه هم هیچ ترسی از تو نداریم و برای دیدن تو اینجا هستیم. لطفاً یه نشونه محکم بده. یه نشونه‌ای باشه که ما متوجه بشیم. جلوی دوربین تو جایی که نور میتابه، یا جن یا افریت. اینی که در توانتونه انجام بدین. صدا از پشتمون اومد آقا محمد. اینجا؟ آره. لطفاً اگر قرار نشونه از خودت بدی در نور و جلوی لنز دوربین من باشه. من برای ثبت تصویر تو اینجا هستم. من و همراهم. ما هیچ گونه قصد اذیت و آزار تو رو نداریم. تو از نیت ما آگاهی. لطفاً این خواسته من رو اجابت کن. از تو سپاسگزارم. دقیقاً روبرونه. هر چی هست روبرونه آقا محمد. صدا من میشنم ولی چیزی نمیبینم. ای موجود خوب خدا، یه رویتی به ما بده. بیا بریم اونور. مسیح اینا نمیم چی دیدن. بیا آقا محمد.
نمیدونم صداش مسیح در اومد. یا الله. بیا آقا محمد. فقط مواظب جلو پات هم باشه داشت. مسیح چون من مسیح چی دیده صدای چیز میاد. بیا آقا محمد من جدا نشو. بیا داداش. مسیح مسیح صداش اومد خودش نیست. کوشن بچه ها بیاین بر رو کنیم. مسیح بسم الله. کجان بچه ها؟ فکر کنم یکیشون بالا بود ما که اونجا بودیم. چراغ انداختن. مسیح بالایی؟ مسیح وا 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 محمد آقا شنیدی؟ شنیدی محمد آقا؟ صدا رو شنیدی؟ نه ساکت سکوت سکوت. بچه ها بالا. مسیح بالایی؟ داداش اینجا دارن میتر کنن. بعد آقا گوش کن. بیا بالا. بیا داداش.